یک روز یک برادر از من سوال کرد: میخواهی بهشت بروی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم آنجا تنها جای مادران است. گفت نمیخواهی کنار مادرت باشی؟ گفتم نه. این دنیایش را از او گرفتم، جوانی و روزهای خوبش را برایم گذاشت. پیر شد تا جوان باشم، رنج کشید تا من بخندم و کهنه پوشید تا من نو پوشم، گرسنه خوابید تا من حسرت چیزی را نخورم. دیگر نمیخواهم در بهشتم فکرش شب و روز به من باشد. بگذار حدی اقل آنجا برای خودش راحت زندگی کند. کاش لااقل یک روز مادرم برای خودش زندگی میکرد. کاش.